بنده رامین دانشپژوه هستم، رئیس هیئت مدیره آکادمی دانشپژوهان آتی و عضو کوچکی از آکادمی بسیار عظیم و برجسته دانش آموزی ویمونت. بنده سرپرست مدرسین اینترنت اشیا، هوشمندسازی و همچنین برنامه‌نویسی آکادمی دانش آموزی ویمونت هستم و بسیار افتخار می‌کنم که جزو کوچکی از این تیم هستم. در 13 دوره برگزار شده در زمینه اینترنت اشیا و هوشمندسازی بچه‌ها تونستن که با برنامه‌نویسی آشنا بشن و بتونن با استفاده از کدنویسی و برنامه‌نویسی‌های انجام شده روی سخت افزارها معلومات خودشون رو و دانش خودشون رو در زمینه اینترنت اشیا و هوشمندسازی بالا ببرن. همچنین این دانش آموزان با استفاده از این مباحث میتونن به ثبت اختراع و ثبت ایده نیز بپردازن.